چه قسم آدم هست؟ آدم های اهل نیستن که اینا توی زندان هستن دیگه. اگه اهل می بودن توی فامیل خود می بودن. مال تکاندی وقت می تکاندی وقت بخیزیم حالی از تصمیه ببینی یا حالت باز من چی کنم که تو پاک کنی فقط اینجا سالشه؟ اینجا 5 سال از که هست 5 سال از که هست چرا؟ شوهر خواهدش شد دوباره بگیم جرمتون چیه؟ نه یک بچه رو دوستشون برام حکم کار گرفتی؟ 4 سال اسمم کریم است و تخلصم هم درد است. از ولایت بغلان هستم. دیگه جرمم همراه شوهرم پیش از نکاح شدیم. دیگه سنم هم تقریبا 20 سال است. و یک بچه را چه قسم دیدی بود؟ بازار که دیده بودم یا آمد پشت من گفتم چرا پشت ما آمدی؟ گفتم نمیخوای. بسیار عصبانی شده بودم. گفتم تو چرا تو پشت ما آمدی؟ از چیش خوشت اومد؟ از قد و اندام و از موهاش از کلش خوشم آمد. اما پای ازی بچه 14 ساله ده مواد فروش مواد فروش هم هست کاسته کریمه 74 اینو برابر جرم جزایی به خاطر از اینکه قبل از نکاح زنا صورت گرفته به اون خاطر باید جزای خود ببینن. در ناحیه 10 گرفتار شده از به اینجا حبس شده با نامزادش فعلا انجام داده حمل گرفته جرم جزاییش هسته. روزانه که بیکار می باشم برش هر چیز نوشته کده میرم. نکردم بی وفایی زیر خط گرچه دور شدم. نکردم بی وفایی گرچه زیر خط دور شدم. همه چیز را تحمل کرده در گوشه زندان مظلوم شدم. کلی که داخل است داخل پنجره اینا بندیستنه کل بندیست کل داخل پنجره بیرونی پنجره پایواز بیرونی پنجره پایواز است.
مگه اینجا سکن میگه 5 سال کده 7 سال تی کده بابا بسیار وضعیت خب تو در زندان بیایی مادر چیزایی رو ببینی که بیخی هوشت بره هوشت اگه سکریتی نسواری چرسی چیزایی رو ببینی مادر اینو میاره یک کس سعی کن اینجا بیامد 60 ساله کدی بچه 20 ساله گفتم مادر مرسه گفتم در یک آقای پیر من گفتم تا گفتم تا قبل گفتم در آقای پیر ماشاقم شده من میخواستم برای آقا خدا یک چی کنم که من اینا خدا موزر ما قبول میکنه نمیکنه اینجگر زنگ من آقای گوشت نمیشه تو نگفتی که همین کن همین مشکل نداره تو برش نگفتی؟ یالا کلی که خبر داد که تو یک کم میزنی خبر داشته باشه من سوال امیر بیسوبت کشم دست چی میگم؟ کلی که خبر داره برای این دبستش فامیلی بچیم یالی که خدای اولا نمی کاری هید نمی کردی بعد کبیدی که کردی یالی که کردی کلی که خبر داره خوب یالی که کلی که خبر داره حتی یا خوش تو که خبر داره یالی که خبر داره آن باشه دیگه یالی در دنیا هم بیا کلی که خبر داره اگر نه کلی که خبر داره که ممکن اینوی چیز هست کی را تن میتونم خدایم کارا کرد که تو افتادی زندان چه کار کرد؟ زنگ زد به پلیس؟ خودم بگو که یارسی میکنی بگو نمیکنی من چی میکنم من بندیت میکنم باز کاکاش گفت برو هر چی میره دست دازت گفت من تر با بیدرزادی خود نمیگیرم وقتی که دوست داشتم دیگه البته چطور کنم دیگه حالا که دوست داشته باشم دیگه این کار نمیشه گفتم خدا چطور کنم من ایران ماندم گفتم باز در ولایت بردم بسیار پشتش گشتم و من گفت که تو وایسا نامزد گفت کار غیر قانون کردی باز به من گفت که کار غیر قانونی یعنی چی؟ کار غیر قانونی یعنی که پیش از نکاح ما بستر شده بودیم بعد از سر از این منم گرفت نامزد مام حالا باش که فردا میگه که نکاح میکنیم در ولایت میبره پیش قاضی باش که اوجا چی میگه چی نمیگه باندی از خاطر کرد که مرا اعلام میتنه و ما دو سه مرا اعلام میته یه از پیش ما میره این مشکلی نمیخواد ما گفتم نه لا خب گاگ سر ما دیسی آمد ما در هتل بودم که سر کارم که آمد سرم چهار اول خب چی کار باید ایجا نمی آمد بین خود باید جور می آمدیم حالا فعلا خوش هستیم ما خواستم فیروز جان تو را بگویم که تو اول مادرت خانه و روان کرده بودی نامزاد رفته بودی اول خواستگاری خب صحیح کل چیزا گرفتیم علتی که حالا سر ترس کردین یعنی پیش دروسی کردن تو اینی خیانت کردن که امی دوره نامزادی آزمایشی را میگن آره آزمایشی خیلی مهم امی آزمایش در طول 6 ماه یک ساله که دختر با بچه را نامزاد میشه این خواص او را میوه داره و خواص او را یا برعکس دیدی که خواص یک دیگر داشته باشه اون یک کار دیگه را کردین که باعثی شده که به جزا برمشون کنه پس پیش از عروسی امی به اغلب تو هم دختر تنها کردین فامیلان ایجا مشکل چی نیستن نه پلان نه یک داره یک که جزا رو دیده امی که خودسری کردین چی نه یعنی نگاه پیش خود دعا میکنی کاش که میره هیچ نمیدیدم همین تو نگاه وقت درد دلت میگه بله چرا نه خب این چی فامیل هست دیگه این موضوع اینجاست که در افغانستان حکومت اسلامی هست اینجا این شکر الحمدلله کل جا مسلمان هستن همین که مثلا مرتکب فعل زنا میشه این خودش یک جرم است این که از خانه شوهر خود فرار میکنه خود سر میره این جرم است این خود جرم در اسلام این جرم پنداشته میشه دلیل چیست من همینقدر معلومات دارم فکر میکنم فرار منزل در پالوش زنا میشه
این که امرا یک کسی فرار میکنه باز میرن همی چی میشه؟ زنا میشه که اینا باز قید مبرای سرشون. دوشه بعدی ما از حلیمه و زیاجان است. کیسش از فرار منزل از حلیمه و نگهداری غیر قانونی موصوفه. در شرایطی که ما قرار داریم یک زن بی وقت برآمدن خود به خود نشان میده که زن درستی نیست. نمیفهمن که وقتی یه دختر از خونه میزنه بیرون حتما یه مشکلی داره. کار کرده بودی؟ تنها کاری که کرده بودم من از سر کار می اومدم باید ساعت 4 من خونه، یعنی فامیل کاملا خشن، کاملا از اجتماع دور، یعنی فامیلی که با کارد و چاقو با اینجور چیزا صحبت میکنم. از ترس از این کارا خونه نرفتم. ای از ترس مادر خود که باش که مرا مادرم دوین نکنه، نزنه، دو نزنه، ایدم خانه مبمان. بعد از 6 روز بعد مرا استخبارات گرفت. جرم از اینه پت کردی؟ هر قدر فامیلاشان جستجو کردن نیافتن. توی زن لخوانه چرا پت کردی؟ پس بالای از این کارهای دیگر هم میکردی. چرا این کار؟ اینه امکان داره موضوعات بچه ها را بیاره برش، کدام قاچاق سرش بکنه. وقتی کنجا میبره اینا دیگه به خدا معلوم که چی گپ میشه چی گپ نمیشه. منتها ما گفتم یا که قاچاق میشه یعنی خرید فروش میشه خود از این، یا ای که بالاش فیل انجام میشه. نه با فروش نبود. در فروختن از این کدام گناهی فکر کنم از اونها نیست، چون مقصر خودش است. از حوزه برآمده مستقیم میرفتی خانید، یا پس دوزه میبودی میگفتی نفر از نفر حوزه کمک من میگم مردم کشور ما کمی از شعور و به درک به دورن، اعصاب من و اینا خراب میکنن. هر کس از راه میرسه گناه رو میندازی گردن من، ولی من از اولم بیگناه بودم. اگه شیرینی نمیخواست واسه چی الان یه زنی که موش سفید شده اینجا زندانی باشه، پسرش اونجا زندانی خودش اینجا زندانی؟ من اعتماد کردم. ما خاطر از اینا من خودم 6 رو تو نفروختم مال وقت استخبارات. اکرامز به خاطر اینکه میگن گناه تو خدا دمی داره. خیلی سال ما خود یک کم آوردم دیگه. تو نبرم بوری آمدی خانه من خانم من تو رو گپ نمیزنم. گپ من گوش کن بچه. یک دفعه گوش کن. شما رفتین جلوی قاضی؟ من نرفتم، ولی اگه برم من میدونم همه گناه سر منه. چرا؟ چون من نرفتم خونه. چرا؟ چون من هر چقدر بگم از طرز فامیلم. نام مصابر است فرزند غلام حضرت، جرم معلوم نیست به خاطر که ما کمان هم. تو میدونی این چه کار کرده؟ عاشق شد. عاشق پسر بسیار مقبول، بسیار قشنگ، بسیار دلچسب، بسیار دلچسب. دوست داشتن جرمه. همینجور که این کوچولو کسی رو دوست داشته الان اینجاست. جرم تو چیست؟ چیز نه، مطیق شیطانیت شده بود مرا اینجا آوردن. چه قسم دیدی شده؟ کجا دیدی شده؟ میرفتم مکتب. من که مکتب میرفتم و رخصت میشد از دم رنگ تیر میشد. خوشگل بود که خوش کرده. این یک شوهر آینده خود انتخاب میکنه. بالای خدا یک شوهر حق دارم، باید به صلاحیت خود به انتخاب خود بگیرم. دختر صلاحیتش باید به دست خودش باشه. به نظر شما این جرمه؟ بدون جرم که یک کس جرم نکنه، جنایت نکنه، هیچ چیزی نمیریش و هیچ وقت اینجا نمیریش. اما این دختر یک بچه را دوست داشته. اما تو بدون یک بچه را دوست داشته، باز میخواست کوره بگیره. اما دختر است، صحیح و سلامت است، منطقه اون بینمی جرم بینید، شاید این کاشه. به نظر شما این جرمه؟ نه، به نظر قاضی جرم نیست، شاید باشه. به نظر تو این جرمه؟ نه خیلی. نه. هیچ جدا ندارن تا وقتی که نکاح نکنن. وقتی که نکاح شد مریمت پیدا میکنن،
یکی به دیگر نزدیک شون خیره. قاضی پرسان بکن تو چی جرم کردی؟ سر دوست داشتم دیگه من بچه را دوست دارم میگیرم تا آخر کار زندگی بکنم. یا آل زندان میبینین به چی اساس پر است؟ سابق قرار پر نبود. اینمی عزیز که آزادی به موقع برشان داده شده. جرم از قتل 18 سال قید دارم، 6 سال سپری کردم. اشوارم. و دلت بخواست که همچین اتفاقی نمیفته؟ بیفتد، دلم میخواست. من الکی نمیگم که، راست میگم. با اونجوری مردا باید دمی رفتار. با بچه هایی بود، با زنایی بود. رفتارم خانمم داشت، بچه های کوچیکم داشت. زنا میکرد. و چیکار؟ با پسر من نه، با پسر غریبه. اینقدر دختری بود و اینقدر دختر 7 ساله. اصلا کار خوبی کردم در دولت ما این جرم است. اگر خودشان دستگیر میکردن باید سنگسار میشد. وقتی که دستگیر نکردن من نخواستم که دستگیر کنن. خودم کشته میشد. بس. حال احساس دردم ندارم. پشیمونم نیستم. خیلی خوش هستم. به نظر تو من کار خلاف کردم، کار بدی کردم؟ نه، به نظر دیگرها معلوم میشه کار بد کردی. به خاطر از اینکه تو زندگی تا درست ساختی، به خاطر از اینکه کسی را که دوست داشتی امو را خواستی به دست بیاری، امو را به دست آوردی نخواستی. اگر تو را پدر و مادر بر رضایت خودشان میداد، به کس دیگه میداد، تو از او رضایت نمیداشتی، زندگی سبور و سبور پس به طلاق سرتون به طلاق میکشید. من مثلا فیروز دیدم وقتی طرف از اینکه سعی میکردم بیخ من را خمود گفتم باشه نباشه اینمی باشه. میگم این دوستی را که ما کردیم دیجا بین شما یا این به نظرت خوب است که دیجا رسیم یا نه؟ یا کار بد کردیم؟ نه به نظرم خوب نیست، کار خوبی کردیم. خیلی پس خودت چرا اینجا آمدی که ما کار خراب کردیم؟ خودت چرا اینجا آمدی؟ چون که خودت تصمیم دادی، مرا کسی دیگه کار خراب کار خوب کردی، سرنامه زندگی تو بگو جور کردی. کسی را که دوست داشتم به دست آوردم. طبعا دیگه خوب است. به نظر خودم خوب است، به نظر دیگه بد است. به خاطر از این بد است. ولی کاملا بیگناه. ما خانم چلوه رو خونه با دوست پسرش در حین خوردن ماکارونی گرفتن آوردن بیگناه. خیلی منظری خورد باشه خانم. بیا بشینیم با هم غذا بخوریم. پسره که اومده زن همسایه‌شون کارمند پلیسه. اونم زنگ زده، اطلاع داده، اومدن دوتا رو گرفتن. اونم چی؟ موضوع پرونده چیه؟ اقدام به زنا اینجوری نوشتنش. در حالی که از سر سفره گرفتن آوردن بیچاره. غذا میخوردیم. دستی؟ دیگه کار نمیکنی؟ نه. کن. خانه خودم. ما گناهی نداریم، چرا به گناه میاره بندی میکنیم؟ خاطر چه پرکتا خالیز؟ نه دولت زیاد است میاره ما رو بندی میکنه. شما بخیر آمدید. بر جرم که شما را گیر کرده بودن، گرفتار کرده بودن، باز در راپورتان دکتر چی نوشته کرد؟ در راپور دکتر صحیح نوشته کرده بوده دیگه. چی نوشته کرده؟ پاک است، منفی است. منفی است، پاک است. من دختر است، صحیح و سلامت است من تو. اون بین نمیتونم بینی، شاید این کاشه. خوشگل هست، خوشتیپ هست، آقا هست، پولدار هست، درک داره، شعور داره، میدونه سر من چی اومده. با
باسواد هست، همه چی داره. خلاصه جونم، ایمانم، زندگیم برابر با اینه. اگه اینو از دست بدم خودم هم از دست رفتم. الله بچه خودم خوبش است. مهم چقدر خوبش بود، پالیم ششتای بود. دلش میخواست، نه میخواد. میخواست نداریم، میخواد. با بچه این؟ آره. سرش بندی شدم، در زندان آمدم، نمیفهمی. بچه امام در سر زندان، در سر زمین بندی شد. نشد؟ میگه به این خاطر میخوام این با پسر من عروسی کنه، چرا که من به خاطر زندانی شدم، پسرم زندانی شده، حیثیتم به باد رفته، آبروم به باد رفته. فقط دلیلش همینه. دلیل قاطع کننده نیست. بعد به منم کار نداره، اصلا کار نداره، اصلا که خرج من از کجا میاد، مخارج من از کجا میاد، آیا من از زندگیم راضی هستم، آیا نیستم، آیا من بچه اینو دوست دارم، ندارم، اینا واسش فرق نمیکنه. فقط یه چیز واسش مهمه، چرا اینا به خاطر من زندانی شدن، من با پسر این عروسی کنم، تمام. دوستش داره نی؟ ما امروز هم با این موافقت رسیدیم که درست است گفتم. چی خوبی داره که شما رو وادار ساخته که امروز عروسی کنید؟ کدام خوبی ندارم، من تو بود که این خانه ما که در آمد همین گپ که سر ما و شما افغان هستیم که یک سال کرد که ما تو را بگیرم. ما مجبور شدیم که ما ایده گفتم که ما تو را میگیریم. امو که یک چند دقیقه برای ما قصه کرد که ما کدام شخص بی پرده ما نیستم، نگاه من نیستم، به می خاطر منم گپ و سخنش خوشم آمد. به همون خاطر من گفتم بگیریم. به خاطر که یا اگه میخواستن عروسی کنن یا آمدن به محکمه یا فامیل خود روان میکردی بچه به فامیل از به خواستگاری. میگه طلاق گرفته. اگر طلاق داده باشه میتونه از رای ازی که این فامیل خود باید روان میکرد به خواستگاری خانه از میکنی که امی امروی بچه تو عروسی کنه، امی خوشبخت میشه، با آرزوش میرسه. بچه تو میتونه این رو تامین کنه از لحاظ مالی، از لحاظ جانی، از هر نظری بچه تو رو نگاه کنه میتونی این سالش جور کنه. 10,000 روپیه ماش از بس. ببین تناز، یه آدمی هستم که تو جیبم پول پر نباشه دلم جمع نیست. حقوق این چنده؟ 180,000 140,000 تومان. لباس شیک میخوام، خونه شیک میخوام، ماشین نمیخوام ازش، رفتار خوب میخوام. حداقل خیلی کم روزی 20-25,000 تومان تو جیبم باشه. روزی نه، هفته ای. تو فکر کن 2,000 تومان نمیتونه بده، 20-25,000 تومان چجوری بده؟ چرا یک دختر خانه رو براش نکاح کردن نمیگیری؟ این سوالی را جواب بده. من میره دوست دارم. اصلا میدونی ضرب مثلا شنیدی میگه نه چک زدیم نه چونه، عروس اومد تو خونه، این میخواد نه چک بزنه نه چونه نه قرونش مصرف بشه، دختر مردم ببر تو خونه. این من حرف دلشو واسط بگم. بچه یه حلقه طلایی میارن دستم میکنن، یه 60-70 هزار تومان قیمت داره. خب یه زنجیر ریزه میارن گردنم میکنن، یه لباس سبز نکام تنم، خلاص بیا بریم تو خونه عروسی کردم. این خرج داره، مخارج داره؟ نداره نه؟ اگه برن یه دختر خونه رو خواستگاری کنن 100% یه 13-14 میلیون تومان مهر میذارن واسش، یه 2-3 میلیون تومان شیرباه میذارن واسش، یه 10 میلیون تومان خرج مخارج عروسی و تالار و طلا و نمیدونم دیگه میذارن واسش. میدونی بیچاره میشه. دلیل واضح‌تر چیه؟ که من این شرایط اینو قبول کنم. چرا من بیوه دل نداره؟ بیوه آرزو نداره؟ ما در سنوی بسیار ما سنوداری خوب تیر کردیم. امسال 8 سال شده که سنوی ما هستم. این فامیل دیگه تشتو میکنی؟ فامیل دیگه مخواهد دیگه چی؟ زنت مخواهد دیگه متواضع. او چی میگن؟ چیز نمیگه، او هم رضایت دارم. رضایت دارم؟ اولین زن است که رضایت داره باقی شوهرش دیگه زن کنن. راستی؟ رضایت داره؟ آه رضایت دارم. خود رضایت داری که شوهرت بالای دیگه زن کنه؟ به نظرت
علیما یه کار غیر قانون کرده. آره. اما خودت که آدم کشتی. آدم کشیم جرمم هم قبول دارم. الان باید من تو زندان بشینم، بعداً بیرون شدم از اینجا این کار دیگر نکنم. تو فکر میکنی تقصیر خودشه اینجا؟ آره دیگه تقصیر بابام هست، از بابا بزرگم هست، خود تقصیر خودش هست. حالا کی از خانه بیرون شده جا نیافته، با پسر دیده این ورداشته تو خانه برده، بعدش کار تمام دیگه چیکاری؟ گناه چی؟ کاری که کردم کار بدر رو باش نکردم، سرم همین بار میگه حرف تمام شد. اگر میخواست که اونجوری عالم بکنه خیلی کیف میکرد بعدا درست. جواب نسیمه در مورد من اشتباه میکنه. اینو 100% بهش میگم نسیمه در مورد من اشتباه میکنه. من با پسر این رابطه قبلی نداشتم، مجبور شدم رفتم خونه این. از اولم گفتم نمیگیرم، آخرم گفتم. گفته که برادرت باشه، باز چرا بوسیده از لبایت؟ اها. ایره دروغ نگو. صحیح چیزی که قانون دین اسلام در سر تو دروغ نگو. او زن پیچه سفید است. تمام. با یه بوسه هیچ چیز از من کم نشده. بارم بهش گفتم من تو رو برادر گفته بودم، ولی تو اون روز جلوی زنت این کارو کردی. اشک زن خداوکیلی زنش گریه کرد. وقتی دید شوهرش همچین رفتاری در مقابل من کن، زنش گریه کرد. گفت ان شاءالله خدا هر دو تون رو جزا بده. خلاص شدی همشیره کالای تا جمع کو دختر تا تیار کو که میبری تو دیگه خلاص شدی هر دوی تا چیز دولتی رو نمیبرین صرف کالای شخصی تا نمیبرین تلاشی میکنیم بزود تلاشی میکنیم ها خلاص شدیم برین دیگه زنا رو میکنی؟ زنا و گناه راجع با امان خدا بخیر بود تو ماچ کت تو ماچای او تو برو چاله نایتنا دیگه او مایدا چی شد میگم من به مردم راضیم و نمیآید اجل وقتی بدی گذار اجلم ناز میباشد بانه برقد الله اسم احمد ضیا نوری است، وکیل مدافع در دفتر قانون قشتونکی و میخوایم از او در محکمه دفاع بکنیم. قضیه این است که دختر با پسر به اسم عباس رابطه دوستی داشتن که به این اساس اینا عملاً در خانه خود خواستن. فقط 3 معاینه‌ای که از گرفته شده در قسمت بکارتش گفته شده که بکارتش سالم است. فقط یک نظر بسیار مجهول و گنگی که داده شده او است که گفته شده که معصری معقدی که است این دخالت صورت گرفته. سوال من این است، من به صفت وکیل مدافع آیا چی گونه دخالتی؟ دخالت میتونه انواع مختلف داشته باشه که باید نظر تبعی نظر مطلق میداد. بعضی از موضوعات دیگه هم است که از نگاه فیزیولوژیکی این اگر اسهال مزمن هم اگر باشه این یک قسم حالت دخالت به خود نشان میده. اتهامی که بالایش وارد شده اتهام لواط است و در ضمن یک رابطه نامشروعی است. در این رابطه قانون اسلام وقتش که شدیدتر گفته شده یعنی مجازات لواط، حتی لواط یک چیزی هست که قانون اسلام چیزی رو پیش بینی نکرده چون منع است. زمانی که لواط منع شد بنابراین مجازاتشان پیش بینی نشد. و در ضمن والدین از این دو نفره ما بخوایم که اینا آیا رضایت دارن با می ازدواج یا خیر. در صورتی که اگر رضایت داشته باشه اینا از ازدواج کنه بهتره. بعد سال که اگر میری
رفت گروه که رفانه طلب کردیم بگو که برادر این رقم هست بنفع بچه تو هم هست دیگه موضوع هست که کار کرده اشتباه صرف شما شده ما حتی این رو ادعا میتونیم که تو حتی حرمت منزل بچه تو ناحق آمده در خانه ما چرا ما اون وقت میتونستیم که رو به قتل کنیم به این خاطر زمانی که ما این کار رو نکردیم شما بیاین این کار رو بکنیم که پیش از این که عروسی شود ما استاد است من وقتی که بخوایی برم من میارم در خانم قدش گپ میزنیم نگاه میکنم خلاص داخل به وجود مرا سعی کرد. چه قسم یعنی یک ماینه از خودت گرفت؟ خب دیگه ماینه که همین قسمت هم ماینه کرده. میگه که راپور که برلی تو مثبت آمده. چی فکر میکنی که چرا بر تو راپور مثبت روان کرده؟ تو چی دقیقا مثبت نامده؟ دقیقا مثبت نامده گفتم مداخله. حالا ما او را هیچ قبول ندارم. ناراحت نشدی؟ نه دیگه کار قانون دیگه چرا آدم ناراحت شد؟ ما این است که مثلا امی محفل عروسی تا به خوبی بگیره چه زارمان در دلت نمانه؟ بله میتونم. اقتصادشان برآورده است میتونن دستشان یواسه کشیده. واسه زیره دارن که تره باشه شوکت رو برن خانه. هر جوانی اگر قصد داره که باید عروسی کنه. من میخواستم به یک خوبی به یک دلیل عروسی شوم پدر مرا به دستش بته با لباس سفید مرا بکشه به خانهشان داخل شد. من یک آرزو امید داشتم. من انت مگم از همیش منصرف شدم. من این قسم یک آرزو رسوم. ولی من قدر میفهمم انجینر سن 67 رسیده. سن 67 است میالی. قدر میفهمم که آبروی مرا برد، از قوم مرا برد، از کاکا را برد، از خویش قوی یا شریک مرده زنده مرا کوتاه ساخت، از قوم. به خودش هم آبرو نمانده، در ما مردم هم نمانده. از کجا که تیر میشد خود کلی خود پیش دیدن. اینی تو پیش میتون تیر میشد. که مردم همه قوم کدام چیزی نگه، خنده نکنه سرم. کریمه باید ابوی ما سعی میکرد که پدر مردم من ترخاری کشید باید یک جای شاور کنیم که پدرم یک چند روز یک چند سال عافیت در خانه بشینه آدم خیر ببینه با شاور میکرد بریزای میکرد با خوشی میگفت چند دفعه خانه حالا اولی حالا گفت خود اولی داشت هر چیز داشت از وطندار خواه ما خواستگار آمد نکرد. اینو رفته که ما که پند دیدیم را. اینالی رسم نانا دریاج ما مردم است من بیادرم دختر خودش آوردن 5 لگه پای گرفت 5 لگه زندگیش هم خوبه. بچه جان خدایا کده اتنم پامیدم این نمینجا نپامیدم و هیچ اگه میپامیدم و کی پیروزه میموندیم نپامیدم بچه جان او دا کلکه بلداری شو مونگاقی کوتی که مونگاقی کوتی که مونگا نپاپیدو بس دالته دوی کار جور کرده دا ورسرات لاله بچه ملامت نیست بچه ما تا گفت یه نمی ملامت است ما نپامیدم که سرش یا این رقم رفاقت داره و تر هزاره و افغان بسیار فرق داره. حالی دختر خو هزاره است یعنی شما هزاره خوش ندارین؟ نه هر سړی خپل است
زه خو نه وم پسې تللی یما زوی خو نه و تللی پسې نور هغه خو نه و تللی پسې کنه خپله په زور یې هغه کوله کنه بچه ما را قولم خوش داره خوش اگر نداشته باشه بچه ما بخشش دیگه پیدا میکنم چرا زهرا همه دختر به نام پیرو شیشته میاره دختر یک سرانوال است هغه کده بیخیه وری موږ صبر کوو که خدای خپله هغه کړله هغه خو موږ نه ورسره کوو دا هماغه د خیر د زوی ته به مې بله مو چې خدای ورکړي وبه یې کړمه ما خوشش دارم افغان است او غیرت داره بی ایمان خو نیست بی غیرت خو نیست هوا اجازه ورکړې وه کنه در بندیش وکړې ما چې دا کار کوو کنه چې هرې خوا ته تلله هغه و دا د شپې زه وګوره مونږ دا خو مې سړی ده که نه مونږ خو هغې کوټې کې څملاستلو څلورې مې دې مور ته ویله چې ګوره اولاد یې در هغه کړ دې باین تېر کړ نه هغه کړه ما خب مجبور شدیم که به خاطری که این بدنامی زودتر خلاص شد این در اینجا کاری به مراد کردیم گفتیم زودتر خلاص شد بدنام نشه فیروز چی بدنام؟ فیروز خب مرد است چقدر داره ما خب سیاست است ما خودش چیزی نگرفتیم اینجاش هنوز ما خودش چیزی نگرفتیم اینجاش منانه در افغانی خودت خودی بلد است اگر چی تایی میکنه 60 تا باش که 6 سال لگی پی مالکه میره در هتل و با سیره که بینیم لگ عملی کردن چیش میشه خبر الدنيا سيدا مثلا عقيق وقتي مواد وقتي دي نعم سيغ وقت جامع وقت دا خو موږ موافقه وسره کړې دي سره دی هغه بشنی خوري کې دا موافقه وشي دا کوم بانګ ولرم یو دی خاطر تو بچه ما قلاغر بچه بود بچه بیعقل بود نفهمید شکد نفهمید بچه بیرا بود بیعقل بود بچه این از نمی کلکین خدا تیر میکرد و نمو کلکین فهمیدی خدا یک جای میکرد ما و نانش خدا او خانه خواه بودیم فهمیدی هزاره سرش خدا چی کرد نه خدا سی چلو چی چه نکولا قومی که قوم که او پیده چه نکولا بس ما پزوی دام توان کرو سیر و جادو کولی مولی پی وکړه بس لیوانه ته د جلکیش د دومره تقاضا لري د دومره شهر لیاقت نه لري نه نه او د دې شهر او د دومره پیسو لیاقت نه لري بالکل 1 लाख नगद 1 लाख 10,000 नगद 2 लाख 10,000 2 लाख ذاتو کمش مصرف شو 4 लाख 4 लाख غریب از سوا کنه اینمی انگل داره بازی گدایی کنه دیگه ایرای خداست کل خبر ده یعنی تاسی با فقنی او دوی بجای مصرف و بجای مصرف نکوی بیا پتا من توانه ده پما توانوی ده نمو کاگیو پیده ده بخل قومی تا نمو زمان گفتی مرا حوزه که صاف کرد در قضیه اینا رو میتونی جریان اصلی قضیه رو بر من با ما دستگیر شدیم بعضی قسم که در قماندانی برای ما گفتن که اینا قصد فروش ما نداشتن از قضیه خبر نداشتم من که راپور ما را عروسش داده بود عروس امی صاحب خانه زیا جان عروس زیا جان خودت یک زن هستی که در مشکل قرار گرفتی و کوشش کنن فامیلت هم مشکلت درک کنه و کارمند اجتماعی مفاد در شما ماند که مشکلت درک کنه و همراه همکاری کنه. شکر از خودی همین خانم؟ نه. چرا از شوهر طلاق گرفته؟ این از خود یک خانه منظم می داشت. اولادش همراهش می بود. شوهرش دوستش می داشت. این چی ضرورت داشته که تنها میرفت و یک مرد بیگانه با موتر سوار بشه؟
قاضی میگه که اگر زن خوب میبود تا چرا طلاق میشد؟ قاضی اول گفتار چی نیست. پس جوش بزن. پدر مادر نیست. من شاید فکر می‌کردم مشکل است. نه، ازش فکر می‌کنم چرا کنی؟ اما تو اما کلاس شعرم میگه. شعرم میگه. شاعر نیست، خودش شاعر جلوه میده. میخوای من یه دونه واسط بگم؟ عاشق شده ای دل غمهایت مبارک همه نکن خب میخواره در پایت مبارک باد شده بود داره دیگر هم بگویم برای حقا شنیده میره تو به نظر شجاع نیست، یه ذره ترسوه ولی مغروره. اینو واقعیت مغرور یعنی خیلی مغروره، خیلی خودشو با جنبه فکر میکنه. نه اونجوری نیست. خبر ندارم. من طرف دستی گفتم بیاین خبر بشنیدی با قار کرده چرا نامده؟ قار کرده حتما کدوم چیزی گفتین که قار کرده در غیر از قار نمی کرده دین روز مدیدم شانه نه مقصد جا میسته یعنی خط ما چوال میوردی برای ما باید مرکر نشیم ما که ما مرکر نمیشیم کوکا جان خوب من بردان چی میگم از شرط پدرم کدام شرط من مهم است خب اگر دست پدرم برای دست من نمیره خب اگر توی خرچ نکی ایواز پدر خود من میگیرم تو مسئول هستی راست میگی خودت بخون میکنم درست است ما خود چی داشتم نفر دولت داشتم خب یک جای میشد که یک جای نه درست است درست است اون لباسش خوبش میپوشن لباسش ساعتی که در محکمه داخل شد چی وقت روزه که چیزی من خبر رفتم گرفتم چطور است؟ به غیرت فکر کردم برابر نه تو غیرت کلاه نپوشیدی؟ نه جان چه برچه کلاه نآوردین چه خبر بودین؟ خونمو رو می آوردی برای نزنه ایره خارجی میگه حق نداره بس خیلی من گفتم اما کانسل هیچ کم نمیکنی؟ ما در حدود توان مرد باید باشد نه خارج از توانش به خاطر از زندگی سیاست میوش فقط سر از اون باشه
باید یعنی انصاف کنم پانزاله که بکنه که فامیل پدر و مادر خواهم فامیلش کلش یکتم پانزاله کنم چیزه شد؟ من نهیم لکه چیز بکنم قانون شرعا اجازه بده این سر پای زیر بزنی بسته فامیل زیر بزنی پانزاله که ثبوت نمیشه ما را به خاطر گفتیم رئیس به خاطر از اینکه زندگی ما خراب نشه دیدی با خدا تکیه که با اعتماد به نفس داشته باید اعتماد به پیسه داری تو اعتماد از سر کلایی پیدا کنه نه گفت غلط است تو اعتماد خونه ما هیچ وقت در نمیخوایم برباد زندگی خونه اگر یکی اطمینان داره سر زندگی خود چرا قبول نمیکنه و اگر اطمینان نداره 500,000 یک چیز بده برد تو یک 500 روپا به دستش فیروز چی بیا کارو داره علی آقا یکی است خیلی دامان پیسه میگیم برو دامان پیسه میگیرم پیسه پتا با بادام باغ من کاکا میگه قانون جزا رو باز دوباره نکنه طبعا میگه نیست ارزاد که سر خود با حضور همیچه رقم اول 15 که چی کردی همیچه چلا بودی که ما بری میشم ناکام میشم تاوان نداده کس کی تاوان نداده کس تاوان نداده کی؟ ایچه کجا داره تاوان مارا هست ما چه خمارا؟ اونم که گفتم دیگه زندگی هست مسئله زندگی هست مسئله زندگی نباشه با 1000 2500 مردم این دریش میزنه برو میگه اگه میخواه گسپند خدا میانه هم گسپند دخانی آقای بود داره چهارشنبه پامه چی میگی؟ ما میگم میگی برو خیره برو مامی نه برو باش نه برو مامی برو برو من بسیار جگرخون شدم امروز قد جگرخون شدم بسیار زیاد کردیم جگرخون شدم رفتیم دوتا دراز رفتیم دیگه گفتم یه عملم داشت گناه داره زنی که عامله دار باشه بسیار گناه داره چرا ما در قرآن خواندیم دیگه نمیبینی که باشی دیگه چرا قم لطکوف میکنم که نورسی هم برد میگیرم یا نه ما خو میگم باش چی میشه ما بگم بر ما تخت خواب بگی کوچ بگی چیزا بگی که من دو جوانم میگفت ما اولی خودم مجبور بفروشم بعد کل چیز بگیرم باز ما گفتم مگه چطور کنم خیلی خدایا یعنی بفرضم که گرفتیم زندگی ما چطور پیش میره؟ میره کمک خودت فکر کن. تو زندگی تو چی میکنی؟ بچه اونم شوید بچه هست. برو. امور عرصه میگیری میری برو. محترمان شکر صاحب منصب است کدام به خطا نیست در جای برات کارش است. محترمانی خود کار خوب است. نیست؟ محترم تا کل خورازگه گفته اگان تا خود ما داریم.
اینجا میشینی اینجا نمیشینی ببر شیرا با قرآن اگر بینمی روزی اگر از محب کده تو خوبش بیافی مرا کفر کسادا کن برو یک جای تو وظیفه پیدا کن نرواری برو کار کن ما سختگیر نیستم نه سختگیر هستم نه پایگیر هستم نه گفتی اگان تو با خدا اگر مثل ما خاندان ما واری اگر تو پیدا کردی روی مکن هر کس بازیت میتونه روزت تیر میکنه با خدا بازیت میتونه مگر ما بازی دادن نمیتونم راستی بگم بازی نمیتونم ده عمرم دایم زندگیم اگر تو از پیش من هان تانه تربیسی بگو تو پلنالات فایشه را دوری دنیا نباش پیش روی نظرت بگو بچه ایلا بالی نیست بچه کدام بی تربیه نیست بس فامیل پس نیستیم شکر از فامیل خوبش هستیم بچه مجرد بسیار چی داره بچه نالام پاکیزه میشی با خدا که زندگی تا نان تا کس خار بخوره زنش خدمتگار ما شو نمیشه زنش خدمتگار ما باشه و نه بگیرش برو هر سو که میری بخیر بشقا خود پیسه در بانک داره نه در زندان افتیدیم بچه در زندان افتید ما شب دوزه دور خورد خانه ما کسی نیست یک نفر نیست در خانه ما این تو به نام دختر باشه در خانه ما نیست در زندان افتیدم سرم گفتی اگان کل قوم خبر شد که دختر در خانه شان آمد از خاطر ازی بندی شد تو مزداد نشیخم دلم هم نامید میشه گفتی اگان تو خانه داریم در کو مفروشمش خب دین روز محکمه رفته بودی؟ چی گفته؟ محکمه چی فیصله کرد؟ فیصله من در روز دوشنبه. فیصله نشد؟ نه. پدرت دینا آمده بود؟ آمد. امروز کسی که بندیستی و بچه در توقیف است؟ بچه در تربیت اطفال. تربیت اطفال از خود بچه است؟ از 18 ساله پایین است؟ 17 ساله است. خب حالا تو دختر خانه است؟ دختر هستم. چیزی که نیست؟ او بچه رو تو دوست داری؟ او رو من دوست دارم اول سب آل فامیل از اینا میخواه که آل خواستگاری بره و زیر با بچه خود بگیره و بعد از او از اینجا خلاص میشه به خاطر از اینکه زنا نشده. یه دختر خانه است هنوز صحت است. دارم اول سب نیم امروز فامیل بچه خانه ما رفتن که گبره بسنجن که ما را از اینجا آزاد کنن. از آن تو کدام وقت تصمیم گرفته که تو مثال خودکشی کنی؟ بله. چه قسم یعنی؟ چه قسم؟ خودم میخواستم از 3 منزله سر لینای برق پرتای کلوچ بود. یعنی چند بار تصمیم گرفتی که خودکشی؟ 10 بار تصمیم گرفتم مگم خوار ما نشد سایل ما نشد. یعنی عجلت نبود دیگه؟ عجلم نبود. خودت محکمه رفتی؟ بله محکمه فامیلی رفتم. محکمه فامیلی که رفتی نکاح شدی؟ بله. باز چی گفت باز شما را؟ با من دیگه چیزی نگفت، گفت که نکاح شدی بعدا محکمه جزای مانو باش که محکمه جزای چه وقت تعیین میشه. هنوز ماندیم تا هنوز تعیین نشده. درست مفتی آینده شاید باشه. خود تو چی فکر میکنی در محکمه تو قید سرت موقع یا برات میگیری؟ نمیفهم به نظر من شاید قید برای سر. قید خاطر از اینکه زنا شده میم باید. حالا عامله دار هستی نکاح نشده بودی غیر قانونی نیست. بیا ببینیم محکمه چی سر فیصله میکنه. به حساب کل بندیا زیر دستان است میفهمین که سرشان چقدر قید میبرایم مثل تو دقیق جرم و رنج جرم پیشتان آمده اینطور است که باز محکمه او صلاحیت خود داره که چی سر تا فیصله میکنه. او آدم پیش بینی کرده نمیتونه به خاطر از اینکه مختلف است. سر یک زنا 15 سال قید برآمده، سر یک زنا 1.5 سال برآمده. در حال قوام زناست یا هم زناست؟ بله. ما او رو گفته میدونیم نظر به خود محکمه است که چی فیصله میکنه. یک 2 نفر دنداندار
سنبیا کار داره دادی پایز نه داد میگه خودش گوش نداده برو فقط یارسی باشه فیلم برداری قدم چیزی کمی رو برکن نصایح بسید زحمت رو زیاد سلام باید کفش میشید دافعنا نفوض احنا بنريد دستوش باش تقریبا پالانگی جلسه خود رسما به نام خداوند دادگستر و توانا یعنی کریمه و فیروزنام که متهمان قضیه فعل شنی زنا می باشند و اظهار می دارد که حوالی ساعت 12 بجه شب بود که فیروزنام به اتاق خوابم داخل شد و فعل زنا را همراهم انجام داد و پرده بپارتم را ظاهر نموده و من وعده ازدواج را نموده است، اما در اواخر از تصمیم خویش منصرف شدم و از ازدواج با من انکار ورزیده است و از اثر مقاربت جنسی با وی حامله شدم و فعلا 3 ماه حامله می باشم. اما فیروزنام در اظهارات ضد و نقیض خویش اظهار می دارد که ساعت 12 بجه شب بود که کریمه نامه در اتاق خوابم داخل شد و فعل زنا را با رضا و رغبت وی انجام داده. با بچه که در اونجا میفهمه، رشید هم رشید کلام هم این میفهمه زمانی که بعدم حامله را انجام میده عمل زنا جرم است. درست؟ اون جرم قبول نشد. رئیس بار داشت میگه پشت ما قبل در ابتدا بود که فعلا نکاح شرعی و رسمی به محکمه منعقد شده. بعدم شد. با در نظر داشت همین که اینا جوان هستن میخواین واسه اینی گپ اما انجام فعل زنا قبل از نکاح شرعی صورت به نظر ما به اجازهتان رئیس رضایتش باشه همین خواهش دارم که ما نه سرفراز دارم نه خانه نه دیگه همین خواهش دارم که یک خب مطابق احکام قانون با در نظر داشت تعدیل ماده 427 و مواد رفعت قضایی که عبارت از مواد 144 146 قانون جزا می باشد، حداقل مجازات در قوانین همین 3 ماه پیش بینی شده و ابتدای ایام نظارت توقیفی از یا 27/88 است که با تاریخ 20/10/88 مدت 3 ماه از یا پوره میشه و تا اون زمان یک سلسله اجرات اداری هم داره و یکی از اهداف اساسی دین مقدس اسلام تشکیل فامیل و خانواده سالم است. به خاطر از که اینا رسما با هم زن و شوهر هستند، بودن از یا در کنج زندان نسبت به این که در کنج خانه باشه بهتر نیست. این که با هم در خانه باشند، تشکیل خانواده بتند و فامیل هایشان، پدرهایشان، مادرهایشان از همین رنج و تکلیفی که دیدن نجات پیدا کنند و همین جوانا که سرمایه های وطن است. ما باید میایم باید تشکر خانم سر خدا حافظ. تشکر مبارک باشید. زنده باشید. فیروزه بیا ما شدیم وکیل سبیلی تکاو خوشحالی؟ چی شد؟ بگو بهمون چی شد؟ گفت رها شدی بس دیگه قاضی صاحب گفت شما نکاح شدگی سنده ها میشین دیگه 4 روز بعد بخیر. تشکر. قاضی آدم بکنه نکنه خودش قبول کرده دیگه به ما چی؟ خودش خواسته. کسی که خود میگه دیست کردی به گردن بیکشی باید. خودش ایره خوش کرد که خوش کرده دیگه. آزارش کلش گشنگیش سیریش ورداره دیگه. کریمه میگن سگوری دیگه خود کدام که بنامده خودش کتمو بسازه جور بیا نوکری کنه چایش دم کنه به خود پیس بود آزار میته نمیته به من مربوط نیست به خواهش خود کرده و مجبور است که ما را پیشش نوکری کنه دیگه نوکر شد برش خلاص نسرین
نسرین قلفش چی کنی؟ اکلی را طولی نه هر چی که میکنی در مادر کلی نبود این کار خود ماست ما صبح استاد کرد گفت بازیم شوکیلیا نبود از کجا خبر شد نه گناه توسته تو که تا تسلیم نشدی چرا نوکری ولی رو تسلیم شدی هر وقت ما تو کلیان میکنم هر وقت بس کلا و هر وقت باز گزارش نه من برات میگم هر وقت که کار میکردی گزارش هم دادی نموده بود این گناه ما بود در جیب از این مونده بود نه دیگه خب گناه من نبود حالا چرا گفتی خیر و آوه از یالی که تو شرف قرآن بانو نگفتی من از کلا خود اومده که نمیره دیگه کلیا رو دانه دانه تا تسلیم نشدی نوکری ولی تسلیم نمیشه خودت هم یعنی چیز حالا من شد دوشنبه اصلا قصد ندارم حاضر بشم پس فردا نیست من شاید چیزم حاضر بشه همراه هم حاضر بشه من حاضر نمیشم میکشم که بیخی تو از بین برو تا از بین رفتن هم میکشم دیوانگی نکن دیوانگی؟ یک شام بود است یک شام این میگه من نمیرم من چی کنم ما چی کردم میتونم ما مرسایی چی دقیقی شما؟ ما خواهید ما کتازی شدیم در اون اتاق میره در اون خواب اتاق میره که ما بچه از این نمیگیرم ما کی در لچ بود خبر شده از کنی لچش اینه تو کنی لچ بود تیر آورد دیگه این حال ما چی کردم میتونم خودت فکر کن کار نگیم داشت میگه از دیوار شکسته زن شد اینه چیز کردم اونجا که ما کمکی که بس نمیشناسه و قرآن خدا با طرف از میشه با طرف ما نمیشه اینا خودت هم فکر کن اینا نمیخواد آره چی میخواد چی میخواد میگه من زندان باشم ما دیگه میگم زندان خوش دارم او خوش داره تو خوش نداره ما چطور کنم باز کرد از اینکه ناظر نشه بگو دیگه اینا مشکل از اینه سامرا صاحب که اینا یک چیز چانس یا گپ نصیحتش که تو برس اینا رو میخوایم شو نوکریستم ما میخوایم برش میگم این یکم دفعه دیگه که ما خاطر جمع که ما میخوایم که ما کمان گپ بزنه که خود این است که این صلاحیت با این اساس اونا فقط شنید اینا که تصمیم میگیرن بعدا بین خود میشینن تصمیم میگیرن ما حکومت باشه هنوز ابلاغ نشد منتظر میشیم که ابلاغ شد فکر میکنی رها بشه؟ با در نظر داشته که دفاعی ما ترتیب کرده بودم من مطابق ماده 25 قانون اساسی چی خواستم برات گفتم دیگه خود دختر اعتراف کرد در جلسه گفت که تو جنجالا شد پدرش گفت که من داخل پسانه دوشه گیر کردم گپا میکنم ما چی کردم؟ قانون از 1 سال تا 15 سال بود ما 3 سال گرفتیم ما هیچ کار نکرد نفسانه خالد مذکر گیر میکنی که دخترت خود شکایت حالا شما دختر هستی او په محکمه موثقیت چون با محکمه مرافعه است بالاتر میکنن بس باید بکنه های غلط نمیشه
این یک دلیل بسیار قاطع و یک دلیل مقنع به هیئت قضایی بود و دوم اعترافات خود متهمه و اینا هم در ابتدای اعتراف کرده بودن که برای ما فلان اینا هم روابط داشتیم چندین مراتب امرای شلیعات انجام دادیم. و امروز اعتراف کردن؟ بله بله و سیام میشه که دلیل اساسی که یا بالفعل شب از طرف شب بالفعل یا از مو پس خانه ای که گرفتار میشه دیگه از اینکه دلیل قوی دیگه خود تبریک باشه ایلاسی تشکر کنم بخیر ایلاسم از برکت بفرمایید با من نگاه میکنی؟ چرا نی؟ میایم خیر؟ نه آه اگر اذیت میشی مثلا حرفای زشت بزنن یا کوتک بزنن یا مثلا کدام روی خوبی با تو نکنن تو چی فکر میکنی؟ اگر این گپ شد من میرم خانه پدرم میرم فقط پیش اون قاضی نگاه کنیم پس پیش اون قاضی تو میخوایم طلاق نخواستی خب ما بوده پیش دست امروز میریم ما مرم میبینیم برات داد خودتا؟ نه خلاص خونمون خلاص شدی برات داد با می دو کمر ببخشید اخبار قرنی کلمه میگه من رها شدم نه میگه محکمه سر ما فیصله کرد گفت رها شدی تو خلاص شدی معمول میگویم مذاقی دیگه نشته که و تاریخ 20 داغانش کنیم صحیح استشاکر یا ماشی بکن بخیر بخوانید برید صفحه کنید برای کاملا تنها موندم هنوز کاملا تنها این افغانی بودنشون اجازه نمیده که من رو خونهشون مثل سابق را بدم یعنی اینکه من الان زندانی شدم آبروی اون رفته حیثیتش یه پول شده اگه برم خونه جلوی در همسایه واسش خیلی بده اگه من برم خونه پدر مادرم تصمیم دارن سرم بی سر صدا بکنه از زیرا به بهانه شوهر دادن منو میخوام خونه اون وقت بی سر صدا میکشنم جنازه‌مو میندازن تو چاه غیرتشون گل کرده بعدن اگر بکشنه خوب میشه فکر میکنم حالا تو میخوای چکار کنی؟ حالا هیچ دیگه من میخوایم قاضی صاحب مرا ابرا بده اعلا کنه چون که قاضی مرا 3 سال قید داده وقتی که من از اینجا 3 سال ما پوره کنم برایم امکان داره بچه بیای خواستگاری امکان داره اگر نیاید کم نیست زیاد است هر کس که خواستگار آمده مونو میگیره خب وکیلا رفته سر؟ وکیلا رفتن رفتن مناسب تصمیم شد گرفت که بیا بیاره نه از مسئولیت خلاص صحیح بریم بالا خب میریم چی؟ کورس سعادآموزی میریم از سعادآموزی باز کودکستان میریم صحیح؟ این جزا دادن این به خاطر جزا نیست این به خاطر اصلاح جامعه است و به خاطر اصلاح خود از او است این خودم کسی است که نو آمده طفلک است که مادرش نو آمده نه برآمده نشد سرش بازم در خانه کسی نگاه والا یا نه این به خاطر اصلاح جامعه است اگه این رها شد و در کسی میکنه مرتکب شده میره میگه در دیگه خب بعدا چی میشه اگر همه نظام جامعه خراب میشه